چی میشد اگه آدما میتونستن افکار همدیگه رو با صدا و تصویر بالای سر همدیگه ببینن؟ خیلی ترسناک میشد، نه؟ اما اگه میخوایم بدون درد و خونریزی نتیجه رو ببینین، بهتون پیشنهاد میکنم فیلم آشوب متحرک رو حتما ببینین. روز مجازات نزدیکه. سفینه ندیده بودم، از زمین اومده. چطوری به اینجا رسیده؟ اون سفینه سقوط کرده. سفینه ساکت. این عجلت برای چیه؟ من تا تیوتم. فکر کردی صدای افکارتو نمیشنوم؟ افکارتو کنترل این کن. صدا برای چیه؟ کجا داری میری؟ بگم ساکت شد. افکارتو کنترل کن. من تا تیوتم. این فیلم ترکیبی از ژانرهای علمی تخیلی، ماجراجویی و دلهره‌آور هست. داستان این فیلم در آینده دور و در سیاره ناشناخته به نام نیو ورلد اتفاق میفته. در این سیاره افکار مردم به صورت صدا و تصویرهای شناور بالای سرشون به نمایش در میاد که به اون نویز یا همهمه گفته میشه. این فیلم بر اساس کتاب اول از سگانه یاس واکینگ و رمان The Knife of Never Letting Go یا چاقوی جدایی ناپذیر نوشته شده که من لینک معرفی مجموعه بی‌نظیر رو که از نوشته‌های آقای پاتریک نس هست رو در بخش توضیحات میذارم تا حتما یه سری بزنید و یا اگه دوست داشتین تهیه بکنید و کتابش رو بخونید. اما اگه بخوام باهاتون صادق باشم، فیلم نتونسته اون کیفیتی که در داستان کتابی این مجموعه وجود داره رو به نمایش بذاره. خب منطقی هم هست، ما فقط در فیلم صحنه‌ای مشاهده می‌کنیم که کارگردان تونسته اون رو به نمایش بده، اما زمانی که ما یک کتاب رو می‌خونیم بدون هیچ حد و مرزی با تخیلمون اون رو به تماشا میشونیم و تمام زوایا رو به درستی میتونیم تصور بکنیم. اما خب در فیلم این قابلیت و توانمندی برای کارگردان ها وجود نداره. حتی پیچیدگی خط داستان و تولید این فیلم در حدی بود که چند بار فیلم برداری اون به خاطر جلوه‌های ویژه همین نویز و همه متوقف شد و از سال 2017 تا سال 2021 تهیه و نمایش اون به تعلیق افتاد. خلاصش اینه که برای ساختش تلاش‌های بسیاری شده. حتما ببینید. بعد از دیدن این فیلم این فکر در من ایجاد شد که آیا میتونیم دنیایی رو تصور بکنیم که توش هیچ افکار مخفی وجود نداشته باشه، همه از افکار همدیگه آگاه باشن؟ مثلا دنیایی رو میتونیم تصور بکنیم که با هم از طریق زبان و کلمات صحبت نکنیم و بتونیم ذهن همدیگه رو بخونیم، از طریق تلپاتی با ذهن هم ارتباط برقرار بکنیم؟ فکر میکنم همچین دنیایی حداقل در زمان کنونی خیلی غیر قابل تصوره، اما فرض محال که محال نیست. بکنید انقدر حرف و عملمون یکی، انقدر تفکراتمون با حرفی که روی زبونمون یکی باشه که هیچ چیزی برای هیچ کس پوشیده نباشه و هیچ سوء تفاهمی در دنیا به وجود نیاد. نمیدونم چطوری این کارو میکرد، ولی صدای افکارشو نمیشنیدم. افکار بی صدا؟ حتما شوخیت گرفته. میدونم معنی این حرف. اون دختر رو پیداش کن. در کل جلوه‌های ویژه‌ای که تو این فیلم استفاده شده خیلی خوبه. تو این فیلم به خوبی به این موضوع اشاره میشه که کسانی که به افکار و ذهن خودشون تسلط دارن صاحب قدرت هستن و همین که بتونیم بر ذهنمون مسلط باشیم ما رو تبدیل به نسخه قدرتمندتری از خودمون میکنه. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرین و امیدوارم که بعد از دیدنش از نظراتتون باخبر بشم. خیلی ممنون که منو تماشا کردین. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه، برقرار باشه.